عزیز یاردم کردگی بچه ها اکا خواهر شما ده رحمت کلان 1000 بار رحمان میگویم. اینا امروز به مارخانه شهری باختر خرابالات بستری شدن، طبابات سر کردن، نصیب باشه اینا طبابات سر کردنیم، سر کردیم، همه انالیزش سپردیم، رنگین کردیم، اوزی کردیم، همه‌ش امروز سر کردیم. رحمت کلان شما 1000 رحمت در پناه خدا باشین. همه تنده رحمت کلان میگم. اینا در نظارت دختران آماده استن، خبر گرفته استن. اگر شما نمیشید نون بچه حالی ما چی میشید؟ رحمت 1000 رحمت همه تنده در پناه خدا باشه. همه تنده رحمت میگم. سلام عرض میکنم به کل تماشابینان دائمی سومنای رحیم پروداکشن، به کل اون افرادی که این لحظه ویدیو نوبتی مرا تماشا کردن. دوستان عزیز، یک خوشخبر با همه شما دارم که الکی در سرشوی ویدیو شما دیدین. به نهایت ما خرسان شدیم، ان شاء الله باور دارم که شما هم خرسان بشین. دستگیری کردیم، باز یک بار دیگر دستگیری میکنین. 1000 رحمت کلام به هر یکی شما دوستان عزیز. امکانیت باشه با ویدیو را با دوستان با رفیقتون پهن کنید که این کاری ما هم یک رزولتات خوب باید نشون بده. دوستان عزیز، گپ سر چی میره؟ گپ سر اهل دین جان دو درکه که ای ناحیه عبدالرحمن جامی بود، جایی که ما رفتیم سیانکا کردیم پوچه اهل دین جان و چه حالت بود شما دیدین که پوچه را رنگیر کرده، خون گرفتن، همش گرفتن. ان شاء الله خدا نصیب کرده باشد اهل دین عین امروز در بلنسای قریه بالای ولایت ختران یعنی قرغون تپه در اونجا دو درچه از خوب کردگی هم با کدام خاطر دوستان عزیز یک چیزم با اینوبت بگیرین. پیش های اهل دین جان تقوی اهل دین جان هم با یک صدمه دوچار شدگی بود. همون دخترایی که تقوی اهل دین جان با پا خیزونده بودن پیش هم دخترها بردن که وقتش هم دخترها تقویشا با پا خیزوندگی بودن. اول از جانب الله و خیلی دیم سبب با ما شدگی دوستان عزیز. اهل دین هم همونجا بودن و بعد از یک جهت دیگه که در دوشنبه یار خیش تبار نزدیک کم دارن، همه در همون سین قرغن کویبش قاضی مالک واسط همون سای برای هر یک نفری که میره و خبر میگیره یکم آسان شود. دیگه مثال یک از دو کس در کار که پس سین پیش بیمار برونه جا علیش کنن ای خودی اونجا با دوشنبه اومدن خیلی راهی و همین خاطر خیلی یکم چیکار میکنه دوستان عزیز این چیزا انا مو اویلای خودش انتخاب کرده چون گفتگیان ما چی وظیفه همون بود کردیم، فقط ای خداوند امید داریم بعد ما را 100% گارانتی دادگی نیستن. گفتن میکنیم میبینیم مقصد در دست خدا خودش بسیار رگ خونگرد دیدم کار میکنه، بسیار چیزا را دیدن ولی ما هم نرفتم. این نوارا ما ای هیجان ای خسندی را برای هر یکی شما کردیم. روزهای نزدیک خود میرم ایالا و پلات ملات همش سیونکا میکنم مادر جان عزیزه همش. بعد میبینین پولی ما جمع شد. این دفعه ما کارت نمیمونم، پولی که چنین در کاری بود جمع شد با در کار شد. ان شاء الله ما کارت را میمونم. باوری کمک دارم که هر یکی شما دستگیری میکنین بهترین کار در حق اهل دین جان میکنین. نفرایی که زنگ زدن که ما اهل دین دیگه جواب بریم اینجا بریم اونجا بریم به همه شما سپاسگزار هستم. 1000 رحمت کلام که دربار ما بودین، سخن ما را رد نکردین، باوری کردین، سون گذروندین بسیاریات. خیلی چی بگم آخی زنگ زدن که این دو درچه را توقع نمیونه تو خانه هاشون رفتین. 1000 رحمت کنم دوستان عزیز. ما همه شما می ندارم، شما دربار ما هستین، شما دستگیری میکنین بهترین چیز میشه. بعد یک چیز دیگه دوستان عزیز که کسی که دستگیری کرده از برای الله کرده، مثال نگو که چی باید یک از دیگر دستگیری نمیکنه اون فقط غریب را میگن. همین گپا در کار نیست. هست برادرایی که ما رو زنگ میزنن دلتی میکنن دربار ما، شکرانه الله هزاران بار شکر که ما از زمین تو آسمون میندارم اینا برادرانی که دربار من در حقشون دعاگو هستم. بگذار که در کجای باشن باشن الله مهربان هر یک تای اونها را نگهبان باشه، در پاشون خار نزنه، ساق سلامت با پیش زن و فرزند و پدر و مادر و کودکشون بر بگردن تاجیکستان تینجی و امانی کنه. همه مردم غریب هیچگاه محتاج یگان نامرد نکنه دوستان عزیز. امیدوار هستم که در ملک غریبین همه آدمای با ایمان با انصاف و تقوا هستین. چون این نفرا را دستگیری میکنین هرچند که پدری ما مادری ما دودری ما نباشه، دودری تو یا اپای تو یا خواهری تو یا یک تای ما هست که مثال همین خیلی اویلاوی نیازمند دوستان عزیز بسیار ما را زنگ میزنن. بازی پکا ما همین دست و پای کار میکردگی داریم باید دستگیری کنین دوستان عزیز. 5 یک نیست دوستان عزیز. اگر که یک چلیکه لوبای کس شکسته میتونه 5 چلیکه کو یک کس جرأت کنه برای ما همه سرجم شیم یگون کس ما رو شکسته نمیتونه. اول و خیل الله مهربان مرای برو نگاه کرده سای خوب و بچه خداوند خودش در نامه ما مساعد میکنه.
خیلی دیگر چی بود دوستان عزیز؟ بعد یک چیز دیگر نگفته نمونم که همین ویدیوی احمد جان در کذا ویدیو دیگه آموخته جیم رحمتی احمد جان باز در حق احمد جان دعا کنید خدا جوش جنت کنه. یک دک است که تو برای پراسموتر میکنی، برای پول کار کنی میکنی همین ویدیو تا. دوستان عزیز باز یک چیز دیگر میگم، خداوند هر یک کسی یک کرده سبب میکنه. خب من زندگیم همه برای پراسموتر برای همین میکنم، لیکن من دل دارم، من انسان دارم، من بچه آدمم، من رحم و شفقت دارم. فقط احترام را خواهش میکنم هر یک کار سوال و جواب خودش داره. در اینترنت آدم‌ها چی کارو میکنن پول کار میکنن، چی کارو حرام میکنن پول کار میکنن. هر یک از یوتیوب هر واسطه پول کار کرده. ما با یک واسطه کردم که هم زندگیم خوب شه و هم آدم دستگیر کنن. این خوب نیست برادران عزیز. التماس میخوام فکر عقیده خود رو در کامنت بنویسین، نو رو با دوستا برای فکر کنین. باقی در پناه الله باشین دوستان عزیز. با شما بودم رحیم جان زیایف، همه شما را دوست می‌دارم، حرمت میکنم، احترام میکنم که در بری ما هستین. باقی در پناه الله باشین. انشالله خدا اگر تنجی و امانی رفته با 20 و 25 همین دکتبر میگم که یک روسیه بریم، اگر انشالله خدا نصیب کرده باشم. باقی در پناه الله باشین. خیلی دوستان عزیز. علیکم هموطنان عزیز. یاردم کردگی بچه ها اپا خواهر و شما ده رحمت کلان هزار بار رحمان میگویم. اینا امروز به مارخانه شهری باختر خرابولات بیستری شدن، طبابات سر کردن. نصیب باشه اینا طبابات سر کردنیم، سر کردیم، هم انالیزش سپردیم، رنگین کردیم، اوزی کردیم، همش امروز سر کردیم. رحمت کلان شما هزار رحمت در پناه خدا باشین. همتون در رحمت کلان میگم. اینا در نظارت دختر آماده استن، خبر گرفته استن. اگر شما نمیشید نون بچه حالی ما چی میشید؟ رحمت هزار رحمت همتون در پناه خدا باشین. همتون در رحمت میگم. رو درست کردن یک دومتون و چجور؟ الهی آمین. الهی آمین. همه شما را تنی ساعتی وقت باشه. الله یارتون باشه. همیشه دستگیرتون خداوند باشه. اولی دویم دعای ما دستگیرتون باشه. خدا پروره کسی همیده دست روز میکنه روی غم نبینه. خدا این خیل فرزندشون این خیل غم عذاب عقوبت نکشن. گذشتگانش رحمت کنه. همه بچه ها را من رحمت میگم که پرسیدن آمدن دل ما چه خبر شد. خدا پروردگار همیشه روزای خوب ببینیم، دنیا من تنج باشه. خدا پروردگار دای سایه دولت همه جانب اول همه ما زندگی نقص ببریم، همیشه تنجی در شکر میکنیم. با این خیلی تقدیر نصیب بده. با شما یاردم میکردیم، ای شما می ندور میشتیم، همه خیلی می ندور هستیم که ما را پرسیده اومدن. آمین. الله اکبر. اینا دوستان عزیز هزار رحمت و چجان برای دعای نکرد، برای سخنهای خوب. یک بار دیگه از همه شما احترامونه خواهش میکنم، همچو دودر همچو فرزند پدرتون که به این عائله کمک کنین. انشالله که مبلغ جمع شد من خدمیام میگیرم میبرمش بلنسا، همش به هر یکی شما ایشون میتونم که همین مبلغ برای هم دودرچه صرف میشود. من میلیون بار باوری دارم که این مادر در همین خونه 100 سالهای دیگر زندگی میکنه. نه که مهم سلامتی یا نه سلامتی همین جگربند. باقی در پناه الله باشین. شما یگان چیزی گفتنی هستین و چه جان یگان رحمت بویی میکنین؟ البته شما دا یکم رحمت کلان میگیم. پرسیدین هم قدیل برداره کردین. ای آدمون یاردم میپرسیم که اون فرزندی مده یاردم کنه. چند ماه یعنی عذاب شب و روز و گریه میکنن. فقط هم دور قطع خوب میروند. زیرا عذاب کشته است اون فرزند.